بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خدا به وجود نازنینی که هر وقت در محراب عبادت می ایستاد مثل ستاره های آسمان برای اهالی آسمان می درخشید و خدا به وجود او پیش فرشته‌هاش مباهات می کرد. سلام خدا به وجود نازنین حضرت بانوی دو سرا، محور اصحاب کسا، ام النجبا، شفیعه روز جزا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام به همه شما دلداده های بیبی دو عالم، مشتاقان ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا، آخرین فرزند معصومشون و هم نفسهای برنامه یاد خدا. الهی که خوب باشین. همه عرض ارادت ها، سوگواری ها، محبت ها به ساحت آل الله علیهم صلوات الله، مخصوص حضرت ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشاءالله مورد قبول حضرت صاحب عزا و ماتم حضرت مهدی ارواحنا له الفدا قرار گرفته باشه. در آستانه شب و روز شهادت هستیم و دیگه داریم میرسیم به نقطه اوج شهادت سیدة نساء العالمین که همه ذرات عالم عزادارشون خواهند. انشاءالله همه اینها به شایستگی مورد قبول خدای بزرگ و مهربونمون قرار بگیره و توشه خوبی باشه. این معرفت اندوزی ها، این شور و شعور و شوق ها برای ادامه مسیر زندگیمون و قبر و قیامتمون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه بسته ویژه سیاه پوشی که به مناسبت ایام فاطمیه اول به روایت 75 روز تا فاطمیه دوم به روایت 95 روز بعد از رحلت نبی مکرم اسلام تقدیم شما شد، این سه برنامه انتهایی که امروز، فردا و پس فردا تقدیم شما میشه همراه هست با کارشناسی استاد عزیزم و اگر اجازه بدن دوست مهربان و نازنینم و جای هدایت که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. قبول باشه عزیزداری. سلام خدمت شما آقای قوامی عزیز. سلام خدمت همه بینندگان عزیز. عزاداریاتون قبول باشه. میدونم که واقعا فرزندی نیست که برای مادر سنگ تمام نذاره. دستتون رو میبوسم به خاطر همه عزاداری هایی که کردین. انشاءالله این عزاداری ها ثمرش پیروزی جبهه مقاومت در برابر تمام کفر و باطل باشه انشاءالله و ما به واسطه مادرمون بتونیم برسیم به ظهور آقا جانمون امام زمان انشاءالله. الهی هم جبهه مقاومتی که خودشون تشکیل داده از همون اول بله. با روی کرده تبیینی و رفتار و گفتار و اینها اون جبهه رو ترسیم کردن. حالا شما ترسیم کنید و تبیین کنید قشنگتر میشه. چی آوردین برامون برای شهادت زهرا؟ چی قرار از شما یاد بگیریم تو این سه برنامه؟ خواهش میکنم. قطعا ما یه آرزوی خیلی بزرگی که داریم اینه که برسیم محضر حضرت و تو این ایام شهادت حضرت رو زیارت بکنیم. زیارت اصل معناش به معنای میل و عدول و حضور هست. این سه تا ماده زار یزورو یعنی انسان میل پیدا بکنه به اون حقیقتی که میخواد زیارتش بکنه. این ایام، این شبها همه دلها میلشون به سمت حضرت زهرا داره پر میکشه. حضرت ابراهیم وقتی که اسماعیلش رو گذاشت روی اون بیابان بدون آب و علف گفت فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. خدایا یه کار بکن قلب مردم به سمت اینها پر بکشه. خب این بزرگوارا 2 نفر بودند. حضرت فرمودن منظور نسل حضرت اسماعیل، ما اهل بیت علیهم السلام. یعنی استجابت دعای حضرت ابراهیم همینه که ما دلمون پر میکشه به سمت اهل بیت، خصوصا مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها. من میخوام بگم شما که دلتون داره پر میکشه،
آداب رسیدن محضر اون حقیقت یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که زیارتنامهشون رو بخونیم. شاید خیلی ها تصور بکنن چون قبر حضرت مخفی هستش زیارتنامه‌ای هم ندارن. من میخوام بگم که زیارتنامه دارن و میخوام عرض بکنم که اگر ما این شبها خیلی آرزو دارند، خیلی ها به ما میگن حاج آقا حضرت زهرا به ما معرفی بکن. من میخوام بگم اگه حضرت زهرا بخوایم بشناسیم بهترین راه همین زیارتنامه است. خط بسیار محدود و مختصر ولی بسیار پرمعنا. من یه ذره مقدمه رو عمیق ترش بکنم. بفرمایید. ولی ما قرار از طریق زیارت حضرت زهرا تا حدودی به شناخت حضرت زهرا توی این زیارت. آره. ببین امام حسین علیه السلام خرج الحسین الی بعض اصحابه فقال ایها الناس ان الله ما خلق العباد الا لیعرفوه. یکی از سوالات اندیشه سوز و اندیشه ساز اینه که خدا چرا مرافعه؟ اندیشه سوز به خاطر این دارم میگم که خیلی از همین طریق منحرف شدن، پوچگرا شدن، یعنی احساس کردن عالم باطله. چرا خدا مرافعه؟ چرا خدا این عالم مرافعه؟ امام حسین پاسخ میدند، میگن خدا آفریده برای اینکه خدا رو بشناسیم. کنتو کنزن مخفیا، من گنجی بودم برای اینکه شناخته بشم خلق کردم. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی که بشناسن بندگی یعنی اطاعت، یعنی زیر بار این و اون نمیرند، فقط جلو خدا میگن نوکرتم چاکرتم سیدی و مولای. وقتی که فاذا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادت من سواه، دیگه جلو دیگران سرخم نمیکنن. هر کسی که حرف خدا رو بزنه میگن چشم، هر کسی که دستور خدا رو داد میگن چشم. پدر و مادرش هم اگر حرف شیطان رو زدن دستشون رو میبوسن ولی میگن ما حرف شیطان رو گوش نمیدیم، ما فقط بنده خدا هستیم. یه نفر بلند شد از امام حسین علیه السلام پرسید که فما معرفت الله. امام حسین علیه السلام نفهمیدن برین کتاب فلان و کتاب فلان بخونید، برین برهان فلان کار بکنید. فرمودن معرفت و اهل کل زمان امامه الذی یجب طاعته. هر کسی امام زمانش رو بشناسه، اون امامی که باید ازش اطاعت بکنه، اون میشه خداشناسی. پس امام شناسی خداشناسیه. خب حالا ما خواهیم برسیم به امام شناسی. ما قرار شد که خدا رو بشناسیم دیگه. راه شناخت خدا امام. چجوری امام بشناسیم؟ قرآن کتاب آدرسه. من بارها گفتم تو همین برنامه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن به یه امر قویمتر از خودش هدایت میکنه. اون امر قویم چیه؟ تو زیارت جامع کبیره امام هادی علیه السلام که حدود 200 تا ویژگی امام رو بیان میکنه، یکی از اونها اینه انتم الصراط الاقوم یهدی للتی هی اقوم انتم الصراط الاقوم. شما اون امری هستید که قرآن داره به سمت اون هدایت میکنه. لذا من همیشه میگم قرآن کتاب آدرسه. شما یه وسیله خیلی پیچیده میخرید، بعد این یه کتاب راهنما میخواد. بله. این کتاب راهنما باید بخونید تا بتونی از اون وسیله بهره مند استفاده کنی. بله. خب دقیقاً ولایت اون امر سنگینیه که قرآن کتاب راهنمای بهره مندی از این نعمت ولایته. و اعتصموا بحبل الله جمیعا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمت ولایت اخوانا. ببین دقت بکنید، خیلی مهمه. قرآن هی داره هدایت میکنه، میگه ما چجوری از اون گوهر ولایت امامت بهره مند بشیم. حالا ما خیلی خنده‌دار نیستش که اگر کسی اون وسیله رو، اون ابزاری که کتاب راهنما داره رو بسته‌بندی بذاره کنار، ازش هیچ بهره مند نشه، فقط بره کتاب راهنماشو حفظ بکنه. ببری بهش بگو کتاب راهنماشو خوندن. به چه دردی میخوره؟ این که حضرت زهرا سلام الله علیها خونش رو ریختن برای اینکه امام رو به مردم معرفی بکنن، به خاطر همین. مردم اگر علی رو ولی قرار بدید هیچ مشکلی رو زندگیتون پیش نمیاد. حالا میرسیم تو خطبه ایاده حضرت، چون که به تعبیر خود قرآن یوم ندعو کل اناس به امامه. اینقدر مهمه. دقیقاً. خب حالا برای اینکه امام رو بشناسیم گفتیم اول قرآن کتاب آدرس. خب دو، روایات خود اهل بیت. مثلا روایت امام رضا علیه السلام، حضرت وقتی رفتن به مرو یه
جایی نشسته بودن، اختلاف تو امر امامت پیش اومد. حضرت 70 تا خصوصیت امام رو بیان کردن. الامام که شمس طالعه، الامام الام البرة بالولد الصغیر، الاب الشفیق، الاخ الشقیق، الانیس الرفیق. ببین شروع کردن امام معرفی کردن. امام مادر مهربان به بچه خودشه، امام پدر دلسوزه، امام برادر پاره جگره، امام مونس تو، امام رفیق توه. همینجوری شروع کردن امام رو معرفی کردن. دیگه چی؟ آقا تو دعاها امامت معرفی شده. یه کتابی هست به نام صحیفه سجادیه. بعد از امام حسین که مردم بی معرفت بودن به امام سجاد تو صحیفه سجادیه شروع کردن امام رو معرفی کردن. من یکی دو تا آدرس رو سریع خدمتتون عرض می‌کنم از صحیفه سجادیه. بله، دعای 47 صحیفه سجادیه: اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امامه. خدایا تو دین تو هر عصری با امام حفظ میکنی. و اقم بهی کتابک و حدودک و شرایک فلان به واسطه امام. اللهم صل علی اولیائهم المعترفین به مقامهم. خدایا اونایی که امام رو درک میکنن براشون صلوات بفرست. پس یکی از راهات شد دعا. یکی دیگه از راهات زیارتنامه هاست. ببینید هر امامی یه زیارتنامه ای داره. اجازه بدین برای شناخت امام که ما از راه شناخت امام به خداشناسی نائل بشیم، یک خود قرآن، دو ادعیه و روایات، سه زیارات. اینجا صبر کنید بریم به فاصله برگردیم چون دیگه نقطه کانونی توجه شما هست. برگردیم و بپردازیم به نکته سوم که زیارات هست. بسم الله بفرمایید. آب دانه میخواهم، رحمت مادرانه میخواهم. آی بی بی جانم، آی بی بی گدا نمیخواهی، نوکر بی وفا نمیخواهی. کاش میشد ز من سوال کنی پسرم، کربلا نمیخواد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منم مثل شما ذهنم کاملا درگیر فرمایشات آجای هدایت. ما باید امام رو بشناسیم تا به خداشناسی نائل بشیم اونطور که شایسته و بایسته است. برای شناخت امام از آیات قرآن کریم باید استفاده بکنیم، از ادعیه و روایات و از زیارات. اینجا نقطه‌ای هستش که قرار است تمرکز بکنیم. همینجا بگم چون ایام فاطمیه است 130 تا آیه قرآن درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که تفسیر شده به حضرت زهرا سلام الله علیها. چقدر توی روایات ما فضائل حضرت زهرا بیان شده. چقدر من همینجا بگم اگر میخواید باز مقام حضرت زهرا در قالب دعا بفهمیم، این کتاب صحیفه فاطمیه رو نگاه. اینو به من پارسال هدیه دادین و من ازش استفاده میکنم. خیلی دعاهای عجیبی. تو همین قالب میتونیم حضرت زهرا رو بشناسیم. وقتی با خدا داره صحبت میکنه، یا ذل بهجه، به خدا میگه بهجت، سرور، نشاط، باعث نشاط دنیا هستی تو، عالم هستی تو. فاطمه شناسی در قالب دعا. حالا فاطمه شناسی در قالب زیارت. اینو میخواستم بگم که همه اهل بیت زیارتنامه دارند. امام علی علیه السلام امیرالمؤمنین فقط روز عید قدیر 3 تا زیارتنامه داره. تو مفاتیح الجنان 7 تا زیارت داره. پیامبر اکرم حدود 10 تا زیارتنامه دارن. امام حسین علیه السلام 4 تا زیارتنامه مهم دارن. زیارت اربعین، زیارت وارث، زیارت عاشورا، زیارت نیمه ماه رجب، زیارت مطلقه میشه پنجمیش. زیارتنامه مهمی داره. مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها هم زیارتنامه دارن. اولا بگم ما اما نه اون اندازه. آفرین. ببین الان این نکته‌ای که به دل شما فرزند حضرت زهرا افتاد، همین رو باید وایسم. چرا اینقدر زیارت حضرت زهرا مختصره؟ چرا مادر اهل بیت که بعضی از اهل بیت چند تا زیارتنامه دارن، مادر اهل بیت زیارتنامه‌شون اینقدر محدود و مختصر؟
شاید حالا یه حرف دلی بزنم دیگه، شاید چون قبرشون هم مخفیه. همین داشتم الان بگم. شاید چون قبرشون هم مخفیه. میدونید حضرت زهرا وصیت کردن 9 نفر بیشتر سر تشییع من نباید باشن. هیچ کس حق نداره بیاد. هیچ کس حق نداره بر من نماز بخونه. هیچ کس حق نداره من تشییعم بکنه، تدفینم بکنه. یا علی غسلنی باللیل دفنی باللیل. و جالب اینجاست برای من تو تحقیقم گفتم اینا کیا بودن که از زهرا فهمیدن اینا میتونن باشن. تو روایت داره که از زهرا توی روایت هستش که اینها حضور پیدا کردن در مراسم تدفین حضرت زهرا سلمان و مقداد و ابوذر. بله، نمیخوام متن روایت رو بیارم، خیلی مهمه. ان فاطمه دفنت لیله انه صلی علیها امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و عقیل برادر بزرگ امیرالمؤمنین و سلمان و ابوذر و المقداد و عمار و بریده. تا اینجا هر کسی رو گفتم معلومه اینا من اهل البیت هستن. سلمان، مقداد، ابوذر. بریده کی بوده؟ تحقیق کردم. بریده کسی بوده که خیلی همراه هم اتفاقا نبوده. زمان پیغمبر اکرم ایشون رو فرستاده بودن با همراه خالد ابن ولید برای یمن. مشکلاتی پیدا شد، امیرالمؤمنین رفتن مشکلات رو حل بکنن. خب سربسته عرض میکنن، اینها ناراحت شدن دست امیرالمؤمنین. اینا میخواستن یه مدلی خلاصه غنایم برای خودشون بردارند و از این حرفا. رفتن بدی امیرالمؤمنین رو بیان پیش پیغمبر بگن. پیغمبر شروع کردن علی منی و انا منه، روحه منی تینته تینتی، روحه من روحی تینته من تینتی و هو اخی و وصی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، من اطاعه فقط اطاعنی و من وافقه وافقنی و من خالفه خالفنی. اینا رو که گفت بریده یات عاشق شد. حالا این من میگم یا رسول الله نمیدونستم جان شما جان علیه، نمیدونستم خاک شما خاک علیه، اینا رو نمیدونستم. الان فهمیدم عاشق شد. چنان عاشق شد که تو دوره قربت امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرم رفت نسبت به غاصبین ولایت شکایت کرد. روایات عجیبی تو این زمینه داریم. بالله ما ذالک لک ولا للمسلمین. اومد گفتش که مسلمان‌ها حق نداشتن بخوان امام رو انتخاب بکنن. امام رو خدا تعیین میکنه، شما باید اطاعت بکنید. علی امام ماست. شروع کرد دفاع کردن. من تصور میکنم حضرت زهرا سلام الله علیها این دفاعی ها رو که دیدن فهمیدن، یعنی دستور دادن این هم محرمه، این هم اومد جزو افرادی که جزو خانه ماست. متوجه شدن؟ لذا جزو افرادیه که ایشون رو تشریع کرد حضرت زهرا سلام الله علیها. محضرتون آرزم که این زیارتنامه خیلی مختصره. ما میدونیم ما یه زیارتنامه دیگه هم تو مفاتیح داریم که مختص روز شهادته، چون نزدیک شهادت هستیم عزیزان من. روز شهادت تو مفاتیح الجنان نوشته 2 رکعت نماز بخونن. رکعت اول سوره توحید، رکعت دوم قل یا ایها الکافرون و بعدش این عبارت رو توی مفاتیح هست السلام علیک یا سیدة نساء العالمین. این زیارت روز شهادته. اما زیارت عمومی حضرت که در هر زمانی مختص خودشون باشه، مخاطب قرار بدیم بهشون سلام کنیم زیارت کنیم، سلام نداره. میخوام اینو تصحیح بکنم. این زیارتنامه برخلاف همه زیارتنامه ها سلام نداره. من تحقیق کردم، تمام زیارتنامه ها سلام داره. یعنی شما میخوای به امیرالمومنین زیارت بکنی باید یه سلام بهشون بدی دیگه. شما برای پیغمبر زیارت یا ممتحنه رو فکر می‌فهم. این زیارتنامه با خطاب یا ممتحنه شروع میشه، شبیه دعاهایی که ما برای خداوند اللهم صل علی، ما میگیم السلام علیک یا الله، میگیم اللهم، خطاب میکنی. دقیقاً زیارتنامه حضرت زهرا برخلاف همه زیارتنامه ها با خطاب شروع میشه، با سلام شروع نمیشه. آخه ما عادت داریم به چیزی بگیم کلا زیارتنامه که با السلام شروع بشه. حالا اینجا عجیبه. امام جواد یا بنابر نقل امام باقر، اما درستش امام جواده. حضرت فرمودن اذا سرت و قال لبعض الفاطمیین. خطاب زیارتنامه حضرت از طرف امام به بعضی از فاطمیون هست. اینم من اینجا بگم، این نشون میده زیارتنامه خصوصیه یعنی مال خواصه.
بینندگان عزیز، اگه توفیق پیدا کردید این زیارتنامه رو بخونید، بدونید انشاءالله جز خواص شدید. چون حضرت یا امام باقر یا امام جواد و قال لبعض الفاطمیین اذا سرت الی قبر جدتک فاطمه فقل یا ممتحنه. این لبعض الفاطمیین اصطلاح فاطمیین از کی باب شد؟ از زمان خود پیغمبر اکرم. ببینید پیغمبر اکرم حزب درست کردن، جبهه درست کردن، تیم درست کردن. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون علی منابر من نور مبیضة وجوههم. ببین علی جان، هر کسی تو تیم تو باشه رسیده. دقیقاً برای حضرت زهرا این کارو کردن. زهرا جان یومئذ یود الخلائق لو کانوا فاطمیین. زهرا جان تو مقامی داری که روز قیامت همه آرزو دارن کاش فاطمی بودن، یعنی منتسب به تو بودند، یعنی با تو اتصال داشتن. انطلقی، پیغمبر فرمودن خداوند متعال به تو امر میکنه فاطمه جان راه برو. فمن اعتصم بک، هر کسی تونست به تو اعتصام پیدا بکنه. کلمه اعتصام یعنی چنگ زدن، بالا رفتن. ما میدونیم ما توی دنیا تو دریاییم، داریم دست و پا میزنیم، نیاز به تناب داریم بگیریم بالا. و حسموا به حبل الله، برای اینکه غرق نشید یه تناب بگیریم بریم بالا. حالا پیامبر اکرم به حضرت زهرا فرمودن هر کسی تناب نجات تو رو بگیره اون رسیده. تو حرکت بکن، تعلقوا به اهداب مرت فاطمه، به رشته های چادر فاطمه خودتون رو بگیرید، نجات پیدا بکنید، برید بالا. متوجه شدین؟ به اینا میگن فاطمی. میخوام تصویر سازی بکنیم اونایی که توی این دریای دنیا خودشون رو متعلق کردن، متوسل کردن به حضرت زهرا، اینا اهل نجات. فاطمی ها چنگ میزنن به حبل الله. دقیقاً. حالا فاطمی ها کیا هستن؟ اونا که نسبتی با حضرت زهرا دارن یه شباهت، یه ارتباط، یه خلاصه این که من میخوام یه جوری شبیه مادر بشم و خیلی این مقام میخواد. جالب اینجاست تو مقام فاطمی ها داره محمد ابن مسلم که شاید اول امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن اگه محمد ابن مسلم نبود دین از بین میرفت. تو سند چندین هزار روایت محمد ابن مسلم هستش. یه بار با یکی از رفیقاش برای شهادت دادن یکی از شیعیان رفت محکمه، رفت دادگاه. بعد تا قاضی این دوتا بزرگوار رو دید که از شاگردان امام صادقن، قاضی گفتش که جعفریان، فاطمیان، جعفریا اومدن، فاطمیا اومدن. این که من گفتم که حضرت زهرا سلام الله علیها تیم دارن، عشاق حضرت زهرا پیدا هستن و اینا تو تاریخ به اسم فاطمی صدا می زدن و انشاءالله ما همین جوری بشیم به امید خدا، همه جبهه مقاومت. تا این جمله رو محمد ابن مسلم شنید که خطاب کردن فاطمی، گریش گرفت و به خاطر این خیلی جالب فقال له ما یبکیکما، اون قاضی گفت چرا گریه میکنید؟ اینا گفتن که نسبتنا الی اقوام لا یرضون به امثالنا، شما به افرادی ما رو نسبت دادی که معلوم نیست اینا راضی باشن ما به اونا نسبت داده بشیم، یعنی ما رو قبول بکنه فاطمه زهرا سلام الله علیها. میخوام بگم انشاءالله ما جز فاطمی ها باشیم، همیشه ها باید دعا بکنیم. خیلی استفاده کردیم، عواملی نداریم. زنده باشید، محبت. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. انشاءالله فردا این بحث خیلی خیلی مهم رو در محضر شما پی خواهیم گرفت. سرمایه محبت زهراست دین من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد، غذا یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. بر سینه ام جمال علی نقش بسته است، این سینه را به سینه سینا نمیدهم. الحمدلله رب العالمین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.